مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که صبح 7 مای سال 2022 تخمین ساعت 7:00 دقیقه راننده автомашین تمغه خونده سیدوف عبدالجلال رجبوویچ سال تولدش 1967 هنگام حرکت از سمت ایسار به سمت شهر دوشنبه در حدود دهه نوجه بالا از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخران خرسال میرزایف مصلح‌الدین سال تولدش 2012 ساکن ایسار را پخش نموده است. در نتیجه میرزایف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. در روزهای آخر این هلکه سومین خبر صدمه مرگ‌آور در راه‌های تاجیکستان است. صبح 15 مای در کوچه ظفر شهر دوشنبه یک ماشین مرسدس یک زن و یک دختر پیادهگر را پخش کرد. در نتیجه صالحه خالقova سال تولدش 1983 در جای حادثه به هلاکت رسیده است. نابالغ ربیع گنجینه سال تولدش 2004 جراحت برداشت. شام 15 مای دوچرخران سفروف سال تولدش 1990 ساکن شهر وحدت در حدود جماعت دهات زینب آباد نویه رودکی در زیر چرخ ماشین بارکش تمغه شکمن جان باخت. راه‌های تاجیکستان از لحاظ شماره صدمه‌ها پرخطر شمرده می‌شوند. بنا به آمار رسمی سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند.